صحبت بکنیم. آقای بهرام رادان، آقای هوشن شکیبا و آقای بیژن برقصخان. سلام عرض میکنم خدمت همگی. خیلی خوشحالم که در برلین و کنار شما هستیم و قرار فیلم صبحانه با ظرافه ها رو تماشا کنیم. فیلم صبحانه با ظرافه ها سال گذشته همین موقع ها به پایان رسید به همراه یک گروه خیلی صمیمی و معمولاً بازیگر خیلی ممنون که اومدین و امیدوارم فیلم رو دوست داشته باشین. من 30 ساله در این کار دارم فعالیت میکنم، فکر میکنم بهترین کارمه و بهترین نقشمه. عاشق این فیلمم، امیدوارم شما هم ارتباط برقرار کنید. سلام، خیلی ممنونم از این لطف و انرژی خوبتون. خیلی خوشم. دیروز به من گفتن نگین ایرونیا دور هم دیگه جمع میشیم، بگیم فارسی زبان ها. الان میگم که هم ایرونیا، هم فارسی زبان ها، هم کردا، هم ترکا. خیلی سخت میکنم. خیلی خوشحالم که دور هم دیگه به یه بهونه جذاب مثل